آیا با مراقبه چشم سوم ما باز میشه؟ خیر. چشم سوم 7 تا حجاب داره، 7 تا پرده داره. چشم سوم به راحتی باز نمیشه و اگر هم از راه تاریکی باز بشه زندگی رو واقعاً برای فرد نابود میکنه، چون درگیر موجودات تاریک و سیاه میشن. ولی اگه از راه درست چشم سوم تحریک بشه، باز بشه، فوق‌العاده بسیار بسیار عالیه و میتونه تو زندگی خیلی کمک بکنه. چشم سوم اگر بخواد باشه ریاضت زیادی میخواد، خودشناسی، خودسازی، خداشناسی، مراقبت، خوراکی های سالمیه که از کجا به دست میاد و مراقبه هایی که پاکسازی چاکراها و حاله هاست.